امیدوارم حالتون خوب باشه. این جلسه بداهه نویسی در دایره رو میخوایم بنویسیم. دقیقاً قوانین ویدئوی قبلی رو پیروی میکنه. بداهه نویسی در هم هست و حول محور دایره میچرخه، حول مرکز میچرخه. اگر یادتون باشه تو ویدئوی قبلی گفتم که من یک حالا ایده توی ذهنم بود که میخواستم اجراش کنم، اما تو ویدئو قبلی اومدم در لحظه تغییرش دادم و این یکی همونه که از اول توی ذهنم بود. من دوتاشو اجرا میکنم، لطفاً نگاه کنید، هم به عنوان ایده برای شما هم برای تمرین میتونید ازش استفاده کنید و دوست دارم که نظرتون رو بدونم. به نظر شما این مدل قشنگتر شد یا مدل قبلی؟ خب یه بار دیگه هم بعضی از قوانین رو براتون تکرار میکنم اینجا. بهتره که حروف بداهه زیادی به همدیگه نچسبیده باشن که کلا شکل‌های حروف اصلا مشخص نباشه و خیلی از هم فاصله نداشته باشن که شما بخواید بیشتر جاهای خالی رو با اعراب پر کنید. چیز دیگه ای که خیلی مهمه اینه که خیلی شلوغش نکنید، خیلی پرش نکنید همه جا رو و یه جاهایی برای تنفس بذارید که چشم خسته نشه. گاهی اوقات بعضی طرح‌ها شلوغ هستن و یه نکته مثبتی دارن، یه زیبایی دارن، اما تا جایی که میشه شما سعی کنید یه حفره هایی رو خالی بذارید از حروف مثلا نون، واو، قین، یا مثلا سرکش کاف یا گاف، حرف لام، یک حروفی که دارای عمیدگی هایی هستن یا به اصطلاح بهشون میگن حروف مدور، دایره مانند هستن که شما میتونید به عنوان حفره ازشون استفاده کنید. خب زیبا میشه. من دایره اول رو نوشتم همینطور که اگر دقت کنید با مداد من دایره ها رو کشیدم. یه دایره دیگه هم از کنارش در میاد که اونم میخوام با همین رنگ بنویسم. خب دایره دوم هم در واقع نیم دایره میشه. من به سمت مرکز می نویسمش و امیدوارم که تا آخرش نگاه کنید و نظرتون رو به هم بگید که به نظر شما بین این ویدیو و ویدیو قبلی کدومش مورد پسند شما شده. متشکرم. امیدوارم که آموزش ها به دردتون بخوره. اگر نظری یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم با من به اشتراک بذارید. خوشحال میشم که منو حمایت کنید و همه چیز با تمرین زیاد میسر میشه و امیدوارم که موفق باشید.